یک زنی تاجیک را که ویدیوی زدن طفلش در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیخت جزا دادند. خالصه شایبه وظیفه‌دار شده است که 35,000 سامانی جریمه سپارد یا 1 سال و 2 ماه از آزادی محروم خواهد شد. حکم را روز 20 ایون دادگاه ناحیه دنقره برآورد. خالصه شایبه روز 21 ایون به رادیو آزادی گفت از حکم راضی نیست، اما امکان شکایت کردن به زینه‌های بالایی دادگاه را ندارد. نوار زدن طفل 2 ساله از طرف مادرش ماه اپریل امسال در شبکه‌های اجتماعی پهن گردید. بعضی از کاربران خواهان مجازات زن و پیشگیری از بدرفتاری با کودکان در تاجیکستان شدند. رادیو آزادی نخستین شده در مطلب نظر خالصه شایبه و پدر کودکش سیفالدین علیف را گرد آورد. آن زمان خانم شایبه گفته بود که وقتی کودک غم داد عصبم ویران بود زدم. دادستانی کل تاجیکستان دیرتر در اعلامیه گفت که شایبه با مقصد انتقامگیری از همسر سابقش سیفالدین علیف فرزند خردسال خود را نمایشکارانه زده است. سیفالدین علیف همسر سابق خالصه شایبه روز 21 ایون گفت با حکم دادگاه راضی است و همزمان از همسر پیشینه‌اش خواست دختر او را اذیت نکند. خالصه شایبه و سیفالدین علیف چند سال پیش ازدواج کردند. حاصل زندگی یکجای آنها کودک است که حالا 2 ساله است و زیر تربیت مادر قرار دارد. زن و شوهر 1 سال پیش و بعد به دنیا آمدن فرزند از هم جدا شدند. بار اول نیست که کودکان در تاجیکستان قربان ستیزه‌های خانوادگی می شوند. در 1 سال اخیر بیش از 50 نفر برای جبر به فرزندان دستگیر شده، عده زندانی و گروهی دیگر جریمه پرداختند. مقامات تاجیکستان رفتار چنین والدان را بی‌مسئولیتی می‌نامند. دیگران پیامد مشکلی اجتماعی می‌دانند، از جمله بیکاری و فقر. روانشناسان میگویند همسران بعد از پاشخوری عائله یا جدایی دراز مدت می‌خواهند با آزار و اذیت کودک از همدیگر قصاص بگیرند و به هم فشار آورند.